سلام دوستان قند، خوش آمدین به چینل ما. انشالله که امروز یک معرفی خلاص می داشته باشیم راجع به اینکه چینل ما درباره چی است و چی کارهایی را قرار است که انجام بدیم. خب در کل موضوعات زیادی است که ما میخوایم کاور کنیم. ولی شروع میکنیم که گردشگری و چکر زدن و مثلا گشتن چهار بغل. خودم شخصا بسیار آدم چکری هستم، یعنی زیاد به اصطلاح میله تفریح چیزا خوشم میاد که در طبیعت بگردیم، جایی که نو تا حالا دیده نشده یا نرفتیم قبلا جایی را ببینیم. کوشش میکنیم یک تصویر مثبت را از جوانای افغانستان و جامعه بین‌المللی و به دنیا نشان بدیم و کوشش میکنیم اون فرهنگ اصیل خود نشان بدیم، مردم خود نشان بدیم. قسمی که هستیم، اگر خوب هستیم، اگر بد هستیم، هستیم، افغان هستیم. سلام علیکم دوستان عزیز، امید که خوب و صحتمند باشین. خوش آمدین به چینل ما انکسن پاکیز. و چینل ما که از در مورد معلومات عمومی است، معلومات فوتبالی است، معلومات شخصا خودم، معلومات موتور، معلومات انجین و همچنان بخش تکنولوژی را کاور میکنم. میگه امیدوار هستم با ما همراه باشین، ان شاء الله که سفر و مسیر را با هم طی کنیم. روتینی است که هر صبح 9 بجه همین آدم به خاطر نقیب میاد پشت ما، پشت خانه ما. شاملات کجاست؟ ما خانه هستیم، چی میگی نیش بجا خلاص کنیم. خب بیا بیرون بریم. بیرون بریم راست اینجا میایم قرقر روزه اول بچش تو یک دقیقه تون میگیرم. بعد پولی از اینکه روتین ماست به خاطر صحتمندی و به خاطر کم کردن وزن ما این روتین پیش گرفتیم. اول منظره رو ببینید دیگه، شما هم یک بار منظره رو ببینید. منظره را که ببینید خودتان ورزش میکنید. یک بوتلا و دو بوتلا و کتون بگیرین اما تو کناوردی بالا کناوردی بالا شد. مال دوره رو تو میزنیم، ما از بغل دیگه باید پایین شیم. پس